یعنی کسی که تونسته اورانیوم 60% رو غنی کنه مطمئن باش که بعدیش هم حتما میتونه. عراق داشت تمام شهر ما رو موشک وارون میکرد. ما می‌خواستیم حداقل یه موشک شلیک کنیم. اولین موشکی که من زدیم من یادمه خورد تو بانک رافده. شانسی هم خورد. 3 تا کشور مجهز به سلاح هسته‌ای هستن. به کشور هسته‌ای حمله کردیم. این به این سادگی نیست. موشک داشتنش یه بحثه، جرأت زدنش یه بحثه. این جرأت میتونم بگم تو دنیا خیلی کم پیدا میشه کسی داشته باشه. جرأت می‌خواست عین الاسد رو زدن. نقش ما تو جنگ روسیه و اوکراین چیه؟ این جنگ در جهت منافع ما میتونه باشه. یعنی برد روسیه منافع ما رو تامین میکنه. قطعا اینجوریه. سعادت به نظرتون عملیات بعدی صادق 3 انجام میشه در آینده؟ فعلا نوچه آمریکا داره میجنگه، ما هم گروهای به اصطلاح نیابتیمون دارن میجنگن. سعادت اگه رژیم صهیونیستی تاسیسات نفتی یا مراکز هسته‌ای ایرانو بزنه به نظرتون واکنش ایران به چه صورت خواهد؟ وقت دیمونا رو که ما چند بارم مانور انجام دادیم روی زدن دیمونا، ما یه سری تجهیزاتی داریم که من دارم به شما میگم از هسته‌ای خیلی مهمه.